بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحاب اجمعین. اما بعد، السلام علیکم خدمت همه شما حاضرین و کسانی که ما را تماشا دارید. امیدوارم که هر کجایی که باشید صحت و سلامت باشید. همدیران و هموطنان عزیز، همه شما رو به برنامه 46 قدرت و حقیقت خوش آمدید میگم. و بسیار خوشبخت هستم که و خوشحال هستم که در کنار شما قرار دارم و توانستم در برنامه 46 قدرت و حقیقت قرار بگیرم. البته 46 برنامه رو انجام دادنش کاری آسان نبود، کاری ساده نبود، ولی ما با صبر و تحمل توانستیم به برنامه 46 قدرت و حقیقت نیز برسیم. امیدوارم که بتوانیم برنامه بیشتری را برای مفاد مردم تاجیکستان آماده بسازیم تا در یک جایگی بتوانیم با اون اساسی که ما و شما می‌خواهیم، بیداری فکری به یک تاجیکستانی آزاد، یک کشوری که در آن همه بتوانند حق انتخاب داشته باشند، حق فکر و زندگی داشته باشند و شایسته سالاری در جامعه ما عملی بگردد. ما بر اساس این ان شاء الله امینین تا زمانی که به این هدف برسیم مبارزه خود ادامه میدیم و کوشش تلاش میکنیم که ان شاء الله که تا آخرین نقطه برنامه ها رو برگزار کنیم و در حضور شما قرار بگیریم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، در برنامه امروز موضوعهای گوناگونی داریم و همونطور که شما میبینید ما در برنامه چندین موضوع را انتخاب کردیم که اون رو در یک اسم جای کردیم. آیا سیاست تاجیکستان سمت روشن دارد یا نه؟ من در این اسم میخوام در چند موضوع صحبت کنم تا معین بسازم که سمت سیاست تاجیکستان کجا روان است و امروزه حکومت چگونه سیاست دارد. و من این موضوع را انتخاب کردم بر اساس اون نقطه‌ای که اخیر در مرز تاجیکستان افغانستان صورت گرفت و یک هیئت بلندپایه از تاجیکستان به کابل سفر کرد، با نمایندگان طالبان ملاقات کردند و در گفتگو برای برقرار کردن یک آتش بس یا که برقرار کردن یک گفتگوی دقیق در مرز تاجیکستان افغانستان یعنی صحبت کردند. ولی البته تاجیکستان در اینجا هیچ موقعی را معین مشخص نکرد در رسانه‌های مجازی، اما افغانستان چندین نقاط رو در اینجا اشاره کرد. همین مقاله را ما و شما از رادیوی آزادی به سمت شما یعنی بخواین یک جا با هم بخوانیم و در اساس همین مطلب یک تحلیلی دراز با هم انجام بدیم و ببینیم که آیا تاجیکستان این مشکلاتی که به هم آمده چگونه حل کردن میتواند و اساس حل نشدن این مشکلات که به این جمعیت میرسد چی است. بیاید این رو با هم میخونیم، بعدا ان شاء الله تحلیل میکنیم. ببخشید. خب دوستان گرامی، همونطور که شما میبینید، اولا از روندی همین ملاقات شما ببینید که این یک هیئت بلندپایه‌ای با راهبری معاون وزیری به نظر امنیت از یا وزیر مدافع است در کشوری افغانستان در کابل نشستن و در اونجا پرچم افغانستان یعنی پرچمی که گروه طالبان آویزان شده است و پرچمی تاجیکستان در اینجا وجود ندارد. خود این از نشان داده چندین نقاط خیلی بلندی است که طالبان حتی حکومت تاجیکستان را با سردار ایمانی رحمانوف یک حکومت جدی و مستقل نمی‌شمارند، چون در ملاقات رسمی و دیدار و گفتگو پرچم تاجیکستان رو در اونجا نگذاشتن، بلکه پرچم خودشون رو یعنی سه پرچم خود رو در اونجا گذاشتن. حتی هیئت تاجیکستان رو همچون یک هیئتی یک حکومت قبول نکردن. همونطوری که شما در رسم می‌بینید اینجا علاقه خودش از یک گفتگوی متفاوتی نشان میدهد که یک طرف بسیار با نیروی قوی و یک طرف با یک نیروی ضعیف میاد در اینجا میشینن. اگر که این گفتگو در یک سطح دیگری میگذشت و اگر طالبان حکومت تاجیکستان را همچون یک حکومت رسمی قبول میکردن و اعتراف میکردن، چون این یک نااحترامی صورت نمیگرفت. خود اولین نقطه در اینجا این است. بعد برمیگردیم به خواندن. گفتگوی نمایندگان طالبان و تاجیکستان در اینجا پایان‌تر بخوانیم. مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان اظهار امید کردند که مشکلات مرزی میان دو کشور از طریق همدیگر فهمی حل می شود. طی ماه‌های اخیر مرز دو کشور شهید تنش‌های زیادی بود. در چارچوب سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل روز 17 نوامبر مسئولان نیروهای مرزبانی تاجیکستان و وزارت سرحدات و اقوام و قبایلی حکومت طالبان گفتگو کردند.
با اطلاع رسمی جانبی افغانستان در این ملاقات هیئت تاجیکستان را عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروهای مرزبان کمیته دولت امنیتی ملی و جانب طالبان را نورالله نوری وزیر سرحدات و اقوام و قبایل حکومت آن گروه راهبری کردند. منبع میگوید که جانب‌ها درباره امنیت، گسترش رابطه‌های مشکلات مرزی و تقویت مرز مشترک صحبت نمودند. جانب تاجیکستان در این باره رسما اطلاع نداده است. با گزارش رسانه‌های افغانستان، عبدالواحد میرزازاده معاون فرمانده نیروی مرزبان تاجیکستان در ملاقات اظهار امید کرده است که مشکلات مرزی بین دو کشور از راه همدیگر فهمی حل شود. او خواهان همکاری دو طرف در حل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و افغانستان شده است. آمده است در این خبر. ملاقات مسئولان مرزبان تاجیکستان و حکومت طالبان در حال انجام می شود که روز 18 نوامبر سال گذشته دره زربوز ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان در سرحد با افغانستان به شهروندان چین و تاجیکستان حمله شد. در نتیجه یک شهروند چین کشته شد. 5 نفر از جمله یک شهروند تاجیکستان نیز زخمی گردیده است. همچنین چند دفعه پس از پیشروی شرکت‌های استخراجی وابسته به طالبان و تغییر مجرای دریای امو رخ داده بود. در این درگیری‌ها جانب‌ها یکدیگر را با استفاده از سلاح‌های سنگین متهم کرده بودند. بعد به سر قدرت آمدن طالبان، کارکرد طلا در لب دریای پنج از سوی این مرز بیشتر شد. حالا در برابر شهروندان افغانستان، چینی‌ها هم در آنجا طلا می‌جویند. گروهی از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشته و بازداشت شدند. قبلا مقامات تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند که با ساحه‌های صنعتی تبدیل یافتن زرشویی در افغانستان، میل ماجرای رود پنج را به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر می‌گرداند. خب دوستان گرامی، آب پنج دارای خاک طلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل یک کارخانه برای طلاگیری هست، اما تا امروز حکومت تاجیکستان موفق نشده است که از این رودی که افغانستان در اون طرف طلا میگیرد، تاجیکستان تلاش کند بتواند از این آب طلا بیاورد، طلا بگیرد و در اونجا استخراج کند. و ما میدونیم که حکومت افغانستان طولی سالهاست با چین همکاری میکند. حتی چینی ها را شرطنامه بسته است که میان در لبی دریای امو که وابسته هر دو کشور است چیکار میکند؟ طیلاجویی میکند، کار میکند، معدن میکند و با افغانستان چیکار میکند؟ باج میسپارد و با شریک یکدیگر کار میکنند. ولی تاجیکستان نه تنها اینکه خودی حکومت ایجاد نمیکند، یگان شرکت های را نمیارد یا اینکه یگان کاری نمیکند از زرجویی، حتی شهروندانی عادی را اجازه نمیدهد که در چنین کارها دست به کار شوند و بروند در لب مرز کار کنند، به همین خارج کردن طلا در اونجا مشغول بشوند. ما میدونیم که در زیادی از دریاهای تاجیکستان چنین کارها صورت میگیرد و تاجیکستانیان حق دارند که بروند آب، یعنی از اونجا طلا پیدا کنند، سرشویی بکنند. اما در لب دریای امو یا دریای پنج این کار ممنوع است و حکومت تاجیکستان این کار را اجازه نمیدهد و این باعث گشته است که در اون طرفی هم افغانستان هم خود افغان‌ها کار انجام بدهند و هم شرطنامه ببندند که خودی شهروندان چینی بیان در لبی مرز افغانستان و تاجیکستان این کار را بکنند و این باعث میگرده که همین ندانستن خط مرز آنها این طرف بگذارن و از سرحد ما قلمرو ما عبور کنن و در طرف ما چور کنن، زرشویی کنن که این باعث بد شدن، یعنی شکستن قانون و بد شدن حالت تاجیکستان میگردد. یعنی شما ببینید که یک طرف میتونن آب را طرف خود بکشونن و یا آب را طور کار بکنن که آب بیاید سیلجویی و تمام خراجات در تاجیکستان بیشتر شود و این آب به تاجیکستان نه همچون یک جزء فایده باشد، بلکه یک اساس خطر به تاجیکستان به میان میآید. چرا چنین می شود؟ چرا مثلا تاجیکستان حکومتش با سردار امالی رحمانوف در حالت دست به کار می شود که الکی، یعنی از تمام شرایط ها گذشته است، تاجیکستان در حالت دست به کار می شود، ملاقات را انجام می دهد که الکی چند نفر کشته می شود،
سرحد ما غیر قانونی عبور کرده می شود. زرشویی نه تنها از جانب افغانستان بلکه با شرط و موای خارجی که دیگه خارجیان یعنی چینی‌ها میان در لب مرز طیله‌جویی میکنن، مرز ما رو عبور میکنن. چرا حکومت تاجیکستان چنین ضعیف شده است که توانایی پیشکی اندیشیدن چنین یک کار ندارد؟ حالا همطور که شما در رادیوی آزادی خواندید، در اوجا نوشته شده است که تاجیکستان در صدد فکری تشکیل چنین یک کار هست. یعنی کی هست اون مشخص نیست. کی سالهاست از طرف افغانستان طیله‌شویی یا زرشویی وجود دارد که مردم شکار بکنن، طلا از اونجا برای خود پیدا میکنن، استخراج میکنن و اقتصاد اون کشور از روی این طلا میچرخد و مردم لبی مرزی اون کشور چیکار میکنن؟ مفاد میبرن از این. و حتی شما دیدید که در آخرین نقطه حتی چینی ها با کمک شرطنامه‌ای که با افغانستان با امارات اسلامی دارن، با طالبان گروه طالبان دارن، آمدن در اینجا استخراج طلا میکنن و مفاد میگیرن از اینجا. ولی ما که با این دریای پرثمر مرز داریم تا امروز نتوانستیم یگان چیز رو استخراج کنیم. بازم به شرم این، به جای اینه که بگوین خب عذر ما چند سال نتوانستیم این کار رو بکنیم و عین حال اجازت میتیم که کسی که سرمایه داشته باشد بیاد بیارد، کسی علم دارد توانایی دارد بیاد این کار رو بکند، برعکس حال میکنه، اجازه نمیتید کسی برای در اینجا استخراج کند. حالا بیاد در اینجا به چند نقطه نظر بکنیم که چرا حکومت تاجیکستان ضعیف است در اداره مرز، در اداره دولت، در گفتگوی دیپلماتی و در گفتگوی بین المللی. چرا حکومت تاجیکستان اینقدر پایان رفته است؟ اولین نقطه ای را که ما در نظر بگیریم، اینجا سیستم مرزبانی است. مثلا نگاه کنید، سیستم مرزبانی ما یعنی سرمایه گذاری کافی ندارد. ببینید، برای نگاه کردن یک سرحد تکنیکی مؤثر، درون‌های پیشرفته، کامراهای نظارتی قوی، سنسورهای تجهیزاتی مانیتورینگی که انجام میدن در همه مرزها وجود داشته باشد. اما در تاجیکستان یا اصلا وجود ندارد. اگر وجود هم داشته باشد، همون فرسوده شده ای که از روسیه برای ما در بعد از شوروی دادن، یعنی کهنه، آنها در اونجا داده شدن که اصلا به کار نمی رود. در حالی است که ما با افغانستان جنگ زده 1400 کیلومتر مرز جنگ سرحد داریم، مرز داریم. دومین نقطه که اینجا بسیار بزرگ است، این فساد مالی در ساختار مرزبانان کشوری ما است. وزارت دفاع ما، کمیته دولت امنیتی ملی ما با یک نهادی پر از کروپسیا یا اینکه فساد مالی گرفتار شده است. امروز در کمیته دولت امنیتی ملی مکانها یا که وظیفه ها به پل فروخته می شود. تجهیزاتی که باید برای مرز آماده کرده شود به پل به این آن کشور فروخته می شود. پولشویی کرده می شود. دروغ گفته می شود به بالا. این یک طرف دیگر برعکس است. راه‌های غیر قانونی در لوای مرزها ایجاد کردن برای شستن فساد تجاری. مثلا از افغانستان باید به تاجیکستان هزارها بار بیاید. باری که در اونجا چیکار کنه؟ ترانزیت بگذارد، باید برای دولت و ملت تاجیکستان فایده بیاورد. اونها را چیکار میکنن؟ به راه‌های غیر قانونی میارن که اون بار در اونجا باج دادن نشود و این باج به جیبی این کدوم نفری که در یا خویشاوند ملی رحمانوف یا که در کمیته دولت امنیتی ملی یا که در وزارت دفاع کار میکنند. مسئله دوم قاچاق مواد مخدره است. ما امروز میدونیم که مواد مخدره از افغانستان فراوان به تاجیکستان آورده می شود. از تاجیکستان به دیگر جا بازم روان کرده می شود. این گونه راه‌ها چگونه آزاد گذاشته می شود؟ چون در اینجا مفاد بزرگی برای حکومت دارانی تاجیکستان وجود دارد. محکوم مثلا این یک فایده 50 و 100 هزار دلار 1 میلیون نیست، میلیاردها دلار از روی این مواد مخدره
و صادرات اون توسط تاجیکستان انجام می شود. میلیون ها دلار در اینجا ایستاده است و برای تاجیکستان حکومت امروزه یک مرز پیشرفته با تعجیزات قوی وجود ندارد، بلکه یک حکومت کروپسانی در مرز وجود دارد که بتواند این فایده وش بکند. برای همین در اونجا اجازت نمیتید که مردم عادی بروند زرشویی کنند و از اونجا شکار کنند طلا بگیرند. همونطوری گفتم، باز هم نقطه دیگر این مسئله گزارش گروه‌های مسلح توسط تاجیکستان است. یعنی هزارها کسی که امروز به داعش میپیوندد، نمیفهمم به این اون گروه میپیوندد، توسط همین حکومت تاجیکستان باز همین مرز تاجیکستان میگذرد، او طرف میرود این طرف میآید. این گونه کارها توسط چی میشود؟ مبلغی فساد. هر کسی که میاد به یک نفری که در کمیته امنیت ملی پول پرداخت میکند یا که نمیفهمم به مرزبانان ما در اون زمان چیکار میکنند؟ مرز برای اونها آزاد کرده میشود. هر گونه سلاحی که دارید بگذرونید، هر گونه سلاحی دارید بیارید. شما میتونید که در دورانی که روسیه حکومت احمدشاه مسعود را کمک میکرد، تمامی همین لوازمات جنگی توسط تاجیکستان میگذشت. وقتی که هند میخواست فرزند احمدشاه مسعود را کمک کند، تمام لوازماتش از طریق تاجیکستان میخواست برساند. در اینجا فساد میتین، مال و ملک میتین و این فساد رو چیکار میکنن؟ میگذارونن میبرن طرف تاجیکستان. برای همین اینجا فساد خیلی زیاد است. یکی از سبب‌های اساسی دیگر این تاجیکستان است که به جای سیاست استوار مرزی، به جای قبول کردنی یعنی برنامه و نقشه دقیق پیش از مناقشه، تنها ریاکس نشون میده و بعد از همه این بعد چند قمه میگذارن در یک ملاقاتی نادرست انجام میده. شما ببینید چند مدت می شود که طالبان در سر قدرت، 4 سال تقریبا که طالبان در سر قدرت است و طالبان از همون روز اومده شون استخراج طلا رو از دریا اجازت دادن که در گذشته اجازت بود و اینها مردمشون کار میکرد و غیر از با شرکت های چینی شرطنامه بستن و شرکت های چینی اومدن استخراج طلا رو از همین دریای امو شروع کردن. ولی تاجیکستان چیکار کرد؟ تاجیکستان دقیقاً یک انسان و یک دولتدار دقیقاً میداند در چنین حالت امکان دارد که اونها مرز را بگذارن، آب رو رویش شد به دیگه طرف ببرن که باعثی سیل اومدن در داخل تاجیکستان بگردد و ضرر رسیدن به داخل تاجیکستان بگردد، یا اینکه حادثه های حمله به شهروندان تاجیکستان انجام شود که ما در گذشته نیز دیدیم که حمله در صورتی این همین گذشتن مرز نه تنها یعنی داخل شهرونده که حتی یک شهروندی ما در همین گذشته در اخبار رادیو آزادی خوندیم که زخمی گردید. و تاجیکستان بعد از حالت رخ داده بعد واکنش نشان میدهد، یک ریاکس نشان میدهد این کار غیر قانونی است و بعد میرود یک گفتگوی دروغین انجام میدهد و هیچ کاری را انجام نمیدهد. این چی را نشان میدهد؟ این نشان میدهد که نقشه دراز مدت در مرز برای پیشگیری یگان حمله ها و ضد و خورد ها وجود ندارد. برنامه های دقیق پیش بینی نشده است. تحلیل های سیاسی امنیتی دقیق در مرز گرفته انجام داده نشده است. مالکیت کافی در مرز ما انجام داده نشده است. کادرهای دقیق و پیشرفته را از روی صداقت در این مرز نگذاشتند، از روی مال و ملک و فساد گذاشتند، از روی دانش و تجربه یک مرزبان رو در مرز نگذاشتن، از روی خطا کردن یک نفر رو که خطا کرد از وظیفه نگرفتن، بلکه به خاطر خدمت نکردن به حکومت رحمانوف
و به خاطر فساد نگرفتن و فساد نسپاریدن چیکار کردن؟ این کار رو انجام دادن. این در کدوم حالت است؟ این در حالتی است که حکومت طالبان فعالانه کارکرد طلا میکنن، آب پنج را از طرف خود میگردونن هر طرف بخواد، هر سری که بخواد. شرکت های خارجی را در ساحل دریا فعالیت میکنن، یعنی شرطنامه میبندن که بیا شرکت های خارجی چیکار کنن؟ فعالیت کنن. و ما چیکار میکنیم؟ یگان کار را انجام دادن نمیتونیم. ما مردم تاجیکستان فقط چشممون بستیم، دستمون در گوشمون زدیم، پختم موندیم، کاری را انجام نمیدیم. تا امروز با یگان رضایت سیاسی با طالبان دست نیافتیم، با یگان سازشنامه روشنی که بتواند مکانیزم یک نظارت یک جایه دولتی را داشته باشد ما تا امروز نداریم. ما تا امروز نتوانستیم یک مکانیزم دقیقی که برای مشکلات مرز وجود داشته باشد به دست نآوردیم. در طول 4 سال حکمرانی طالبان ما امروز یگان نقشه دقیقی که ما چگونه مرز را با طالبان اداره میکنیم و زرشویی و طلا برآوردن در اونجا چگونه نظارت کرده می شود و کی تا کجا و نقشه دارد تا امروز به دست نآورد و نداریم. این مشکلات رو نمی شود به دوش ملت گذاشت. حالا اکنون ببینید، اگر همین مسئله در سطح بالا دیده نشود، اگر همین مسئله جدی تحلیل تشخیص کردن نشود، مسئله امنیتی و نقشه برنامه جدی و مکانیزمی یک جایه نظارت دولت سرحد دولتی با افغانستان انجام دادن نشود، چی مشکلات میاد؟ ببینید، تغییرات ماجرای دریا میتواند صدها گکتر زمین ما را که در اونجا مردم چکار میکنن؟ زراعت میکنن، دهخانه میکنن، مفاد میگیرن، از بین میبرن. صدها گکتر زمین مردم تاجیکستان در صدد بیشتر شدن کار کردی طلا در طرف افغانستان، ما و تو در تاجیکستان ضرر میبینیم. مردم ضرر میبیند، حکومت نه. چون این خاک، این مال مردم است، این خاک مردم است و اگر که کشاورز ضرر کرد، کشاورز ضرر میکند. اگر زمین کشاورز به دریا فرو رفت، کشاورز ضرر میکند، زمین رو از دست میدهد. مسئله دوم، خطر که میآید، سیل و پیل طرفی مردم کشور میآید، هزارها خانه ها خراب میگردد، هزارها شرکت ها خراب میگردد. یک تاجر موفق کشور شاید در لب مرز 100 شرکت ساخته باشد، شاید یک دهقان 1000 فرمه کشاده باشد. همه اینها در صدد بالا شدن کارگرد طلا از طرف افغانستان ضرر به تاجیکستان و مردم تاجیکستان و تاجرای ما میرسد. و ما دیدیم که این کار 10 بار انجام شده گذشته، مردم ما ضرر دیدن از صدد کار کرد. و حتی همین قانونشکنی از طرف افغانستان ای حکومت امروزه اصلا جدی از طرف تاجیکستان گرفته نشد، از طرف حکومت است. اون روز ما دیدیم که در یک چرخبال یکی از نمایندگان تاجیکستان فقط ادعا میکند از طرف افغانستان که ما چاره‌جویی میکنیم، شما لب مرز ما را گذاشتید. لب مرز تو را گذاشتن، تو گوه میخوری، بپرون پدر نهلت اوخی. مرز تو را گذاشت است دیگه. میگر مرز ما را 10 متر در داخل تاجیکستانی، تو کجا نگه داری؟ تو مرزبان نستی، تو جاسوسی، تو موشی. تو لب مرز تو را گذاشت است، تو چگونه نگاه میکنی؟ تو نمیزنی. میگه 10 متر در خاک زمینی من طلا شوشته ایزده. تو گوه میخوری مرزبان در اوجه اگنی. تو برای چی در اوجه اوخی؟ تو در لب مرز چکار میکنی؟
همین مرزبان، سرحدبان برای چیست در اونجا؟ هر کسی خدمت کرده از این مسئله را میداند که هر کسی که از مرز تو گذشت باید زد او را. خیر اون مرز تر گذشته است، یک بار میگویش بر بگرده، بار گفت بر نگشت میزنیش دیگر. مرزی تر گذشت دیگر. ما حالا بعد با بالا خبر میکنیم، بعد ما یک چوراجویی میکنیم. چوراجویی کی آخر؟ این مرزبان نیست. شما به مرزبان ها یا صلاحیت ندادید یا این نفر مثل موش است. این مرزبان نیست. ایرا در لبی مرز ما برای چی میگویم که یک کادر را در لبی مرز باید ممکن شایسته سالاری داشته باشد، یعنی از روی امون علم و دانش تجربهش در اونجا در وظیفه داده شود. اون میتواند این ملت رو نجات بده. اون میتواند این مسئله مرز رو چکار کنه؟ نظارت کنه. در غیر از صورت مرز رو کی میتونه نظارت بکنه؟ با میگم که مرزبان است، در دستش سلاح دارد، در بالا در هواپیما از بالا میگردد، توانایی کامرا و دیدن رو دارد. میگوید این شما از مرز ما 10 متر در داخل تاجیکستانه و در اینجا شما تلاشویی کرده شد. این حرف را خود مرزبان در نوار حرف میزند و هیچ شوراجویی نمیکنه. خود این نشانی چی است؟ شما تصور کنید روسیه با این قدرت بزرگ وقتی که در سوریه در مقابل داعش میجنگی، در مقابل مردم سوریه و داعش یا جای کردها و اینا میجنگی، یک هواپیماش ذره در خاک ترکیه در اومد. ترکیه نابسته از اون که 20 میلیون یا میلیارد یک شرطنامه دقیق با روسیه داشتن که مفاد خیلی زیادی، مثلا 20 میلیون بود، بسیار مفاد زیاد میدید، نابسته از اون که همون ضرر میدید، همون هواپیمای به سرنشینی روسیه را زد. نگاه نکرد که در اینجا اقتصاد کشوری ضرر میبیند. شما دیدید که وقتی که روسیه تمامی مسائل های اقتصاد با ترکیه، بس ترکیه در چقدر مشکلات اقتصادی تورم به میان اومد، ولی ترکیه ایستادگی کرد و از مرز خودش دفاع کرد و گفت که نه بس از تمام اقتصادی که من ضرر میبینم باید کسی که خاک مرز مرا شکسته است، وارد حریم هوایی ما شده است، ما را میزنم. ولی از طرف افغانستان هر روز مرز ما شکسته می شود و این ناتوان ها اونجا نشستن و نگاه میکنن. شما بگوید، شما در کمین طرف بگوید که چگونه یک نفر وارد کشور تو می شود، 10 مرتبه تو را آگاه میکنه، با میگوی که خب باشه خیلی مرز شکستی، باشه شکستی، حالا من به بالا خبر میکنم، بعد یک چاره‌جویی میکنیم. اب شاید اون نفر باشه که هم خیلی 100 نفر دیگه، 1000 1 میلیون نفر بیا تاجیکستان بگیره دیگه. تو میره چاره‌جویی میکنی، برمیگرده میاد تاجیکستان از دست دادی. یا مرزبان چنین چاره‌بینی نمیکند. مرزبان در صددی گفتن شخصی که آگاه کردن که تو مرز مرا گذشتی، اون نفر اومد دیگه میزند. قانون سرحد همی است. سرحد دیگر قانون رو طلب نمیکند. معین مشخص از قانون نظارتی سرحد و امنیتی سرحد. برای همین اینجا دیگر نیاز به اون نیست که تو برای چاره‌جویی را بکنی، انتظار شد که سید مومن یتیموف از بالا فرمان میگیرد از امام علی رحمانوف و تو سر طرف یک نفر تیر میاندازی. تو رحمانوفش در سرش میزند، مست هشیار میشود که تاجیکستان را از دست خواهی داد. خب دوستان گرامی، حالا سیاست تاجیکستان در این سمت بسیار پیچیده است. سمت نامعینی در نظارت سرحدی و ما یگانه مکانیزم نظارتی سرحد یک جایه رو با افغانستان نداریم، با چین نداریم. چین الکه خاک زمین ما رو گرفت و ما چرا خاک زمین ما رو از دستمون گرفتن؟ در حالی که ما میتوانستیم همون زمانی که
از استقلال به دست بیاریم. وقتی که حکومتمون معین مشخص شد با چین گفتگو میکردیم، در همون زمان سرحد رو معین میکردیم. با قرقیزستان تو همین حال مشکلاتی سرحد داشتیم. عین حال هم همین یک مکانیزمی نظارت یک جایگی وجود ندارد. با ازبکستان در دوران جنگ شهروندی چند منطقه ما را که کاملا مسجور از سوق جدا میکرد گرفته بود. ما با یکی از فرماندهان قوی استپمن، من که یک برنامه دارم با اسم اون شخص، شما بتونید تماشا کنید، در اون برنامه ما اسم اون قهرمان رو اینجا گرفتیم. اون توانست ازبکستان را عقب نشینی بکند و به اجازت فرمان بالا توانست سرزمین ما را از دست ازبکستان بگیرد. نه بسته از آنی که باعث گشت که ما چند سال یک رابطه بد با ازبکستان داشته باشیم، ولی مهم سرحدی ما، خاکی ما برگردانیده شد. برای همین برادران و خواهران عزیز، شما باید دقیقاً بدونید که سیاست و سمتی امروزه سیاست حکومت معین نیست و کجا می رود. با هیچ کشور دقیق نیست. مثلا ما دیدیم که عمری رحمانوف در همین ماه با دبدبه ترین ملاقات را با ولادیمیر پوتین پرزیدنت فدراسیون روسیه انجام داد و پرزیدنت‌های کشور آسیای مرکزی را دعوت کردند و با هم نشستند، ضیافت‌های بزرگ در تاجیکستان انجام دادند و در اینجا خود را نشان داد که یکی از نفران وفادار و صادق به پوتین است. ما بعد از او دیدیم که پرواز کرد به امریکا و رفت با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و در اونجا باز همین نشان داد که ما فرمانده و یک نفری صداقت با شما هستیم و هر چه که شما میخواهید ما آماده در همه سمت‌ها با شما کار کنیم. و اینچنین با چین هم در ملاقات و دیدار ما میبینیم که پرزیدنت کشور چین آورد به تاجیکستان و زنش رو به پیشش برآورد. خب نمیفهمم اچاق و دست به دست و فلان بسمدون. و باز هم دیدیم که روز گذشته در سمرقند، اگر اشتباه نکنم در سمرقند بود یا تاشکند بود، باز پنج پرزیدنت آسیای مرکزی با هم ملاقات کردند و در اونجا با هم در چی موضوع گفتگو کردند که مفاد برای جامعه داشت وجود نداشت. آیا مرزها رو کاملا از بین برداشتن؟ آیا نمیفهمم کاملا ایورازی ایجاد کردن؟ چیکار کردن در این نشستو؟ هیچیش برای مردم معین مشخص نیست. برای چی معین مشخص نیست؟ برای که سمت دقیقی سیاسی امروزه حکومت عمری رحمانوف روشن نیست. امروز به نام این و آن فقط خیانت به مردم، خیانت به ملت، خیانت به دولت این مردم تاجیکستان است. هیچ کار دیگر رو غیر این انجام نمیده. بیاید بگذاریم ببینیم که عمری رحمانوف چی کارهایی رو انجام میده. حالا در رادیوی آزیا پیروز یک نواری نشر شده است. در این نوار مقاله نشر شده. در این مقاله نشان میدهد که عمری رحمانوف بعد از آنی که برگشت از ازبکستان به سفری کاری به ولایت سفری رسمی کرد به ولایت سوق. به این حال به نظر مگر اشتباه نکنم در خوجند قرار دارد روز 18 یعنی همین روز. بیایید این سفر رو که موضوع دیوم هم هست در نظر بگیریم. یک بار ببینیم که عمری رحمانوف در حالی که در لب مرز چی میگذارد و او چی کارهایی را انجام میدهد در ولایت سوق. خب همونطور که شما میبینید این رادیوی آزیا پیلوس است و در رادیوی آزیا پیلوس این مقاله نشر شده است. در این مقاله نوشته شده است که امروز یعنی 18 نوامبر عمری رحمانوف به سفر کاری به ولایت سوق رفت. نخستین در شهر خوجند 3 بیمارستان، گیمنازیا، مکتب و کودکستان و چند کارخانه رو به استفاده داد. با اطلاع رسمی پرزیدنت برای شناسایی به وضع زندگی مردم و افتتاح ساختمان‌های گوناگون در ولایت سفر کرد. رئیس جمهور از جمله در شهر خوجند بنای نو مرکزی سرشناسی، مرکز کلینیکوی اندوکرینولوژی و نام جهانی نبیف
و بیمارخانه کلینیک رقم 1 به نام سلطان اون رو افتتاح داده است. بینای مرکز سرشناسی 6 آشیانه بوده. منبع میگوید که از حساب بودجه ولایتی ساخته شده است. آن دارای 43 حجره طبابت، 3 حجره جراحی، تحلیلگاه، حجره تدقیقاتی اولتراسد و تشخیصات اندوسکوپی بوده. در آن 60 متخصص به کار تامین شده است. حالا بیایید این عکس‌ها را ما ببینیم از اینجا، از روند گشودن این مرکز. همونطور که شما میبینید این مرکز است، 1 2 3 4 5 6 طبقه است و این مرکز نوی سرطانی گشوده شده است. دوستان گرامی، بسیار خوشحال کننده است که در تاجیکستان چنین یک بیمارستان های پیشرفته ساخته می شود که مردم ما آزار و اذیت نمیکشند و به خارج کشور برای طبابت نمی روند. اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا این دسترس هست به مردم ما؟ آیا مردم ما در حالت بیمار شدن امکان دسترسی به چنین بیمارستان ها را پیدا میکنند؟ آیا توانایی رفتن به چنین یک بیمارستان را در دست دارند؟ بدترین حالت میدونید در کدام حالت است؟ بدترین حالت در آنی است که تمام شرایط ها مهیا هست، بیمارخانه هست، غذا هست، بازارها پرست، ولی تو شهروندی تو پول ندارد برود این رو بگیرد. بدترین گرسنگی، بدترین حالت اون حالت است در یک دولت داری که تمامی چیز در بازارها هست، در کشور هست، ولی ملت توانایی رفتن به اونجا را ندارد. پول ندارد برود غذا بخرد، میرود بازار، در بازار میبیند غذا هست، نان هست، همه چیز هست، ولی خریده نمیتواند. این بدترین حالت است. بدترین حالتی است که مادر رو در حالت مرگ میبینید. بیمارستان سرطان با تمام تکنولوژی جدید، با دکترهای پیشرفته هم که علم طب دارند وجود دارد، ولی توانایی چی را ندارید؟ طبابت مادر را نداری. این بدترین حالت است که مادرت، فرزندت، پدرت در دستت میمورد ولی تو پولی نداری برای اینها رو طبابت کنی. پس با اونجا میای که همین بیمارستان ها نمی بود بهتر بود. حد امکان به پدر میگفتم که همین بیمارستان ها نیست، در تاجیکستان نیست که من شما رو ببرم. حتی با مادرت، با فرزندت همین حرف رو میگویی، خودت رو دلتیی میکردی. اما وقتی تمامی شرایط ها آماده است و پول برای رفتن نیست، این بدترین حالت یک ملت است. و این ملت امروزه شرایط تاجیکستان در همین گونه شرایط قرار دارد که ما تمامی دسترسی به همه چیز رو داریم ولی چی نداریم؟ پولی پرداختی او رو نداریم. امروز در تاجیکستان مردم در خانهشون گوش خوردن رو نتوانند. در حالتی تولد کردن فرزند بدون پرداخت نمیتونه فرزندش، یک مادر فرزندش رو تولد کند. ننگ این حالت است. ننگ در این حالت است. رحمان رو میرود بهترین شرایط رو با گفتی خودش مهیا میکند و در بدترین حالت و بدترین قیمت رو برای مردم میگذارد و اونجا رو ترک میکند. اینجا است که مردم باید هوشیار باشند. مردم باید بدانند که پیشرفت در بدن ساختمان نیست، پیشرفت در بدن چنین یک بیناهای بلندآشیانه نیست، پیشرفت در بدن امکانیت است، در بدن دارایی مردم است، در بدن جیب مردم است. اگر ما شرایط رو مهیا ساختیم که مردم در حالتی مریض شدن این پدرش، مادرش، فرزندش جیبش پر بود، اون زمان اون بیمارخانه خودش پیدا می شود، اون زمان دکتر خودش پیدا می شود. بیایید تعریف و توصیف رو از رسانه‌های ایمانی رحمان رو ببینیم. این نشر شده است در تلویزیون تاجیکستان. ما این رو کمک کوتاه‌تر اینتر کنیم که دوستان، خب اگر دوستان صداش نباشه خبر کنید.
18 نوامبر سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند با افتتاح بینای نوی مرکز سرطانشناسی ولایت سوخت که در دایره آمادگی‌ها به تجلیل جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی با سطح صفتی بلند بنیاد شده است آغاز گردید. بینای نوی مرکز سرطانشناسی که از 6 آشیانه عبارت است در اساس دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت برای 200 کت طبابتی ساخته شده از لحاظ طرح و امکانات فراهم گردیده در سمت تشخیص طبابت کم نظیر است. بنیاد بینای نوی مرکز سرطانشناسی ولایت سوخت ماه اوگوست سال 2022 آغاز گردیده اجرای کارها را بیشتر از 200 بیناکار به عهده داشت. اثنای شناسایی با شرایط و امکانات مرکز و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در این بنا 43 حجره طبابتی، 3 عملیاتخانه با مجموعه دستگاه‌های معاصر جراحی، تحلیلگاه کلینیکوی، بیوشیمیایی، مورفولوژی، ایمونوفرمنتی، حجره تدقیقات اولتراسادا و تشخیص اندوسکوپی موجود بوده. در 5 شعبه عمل کننده باز 60 متخصص ساحه تندرستی خاصه طبیبان سرطانشناس به کار جلب گردیدند. برای پیشگیری و تشخیص و طبابت بیماری‌های سرطان با مبلغ بیشتر از 7 میلیون سومانی دستگاه و تجهیزات طبی که استحصال شرکت‌های با نفوذ کشورهای پیشرفته جهان میباشند خریداری شده است. طبیبان با استفاده از این دستگاه‌ها امکان دارند که سریع وقت تشخیص گذرانیده بیماری را در مرحله‌های ابتدایی معین نمایند و به طبابت بیماران گرفتار سرطان سریع وقت کمر بندند. همزمان این روند برای تطبیق برنامه‌های ملی جمهوری تاجیکستان اوید به مبارزه بر ضد بیماری‌های سرطان سهم نظررس می‌گذارد. این هم در حالی است که در سراسر دنیا گرفتاری به بیماری‌های سرطان زیاد شده است. در بینای علاوگی قبول و تشخیص بیماران با نظام متمرکز الکترونی صورت می‌گیرد. این نظام کار به صرفه کردن وقت بیماران و هم طبیبان و دیگر کارمندان مساعدت می‌نماید. قبلا در تاریخ مرکز سرطانشناسی ولایت چنین تجهیزات‌ها نبودند و برای کاربری با تجهیزات‌های نامبرده ما متخصصان را به خارج کشور روان کرده آماده نمودیم و تمام این شرایط‌ها با ما متخصصان امکان فراهم می‌آورد که اصول‌های نو تشخیص و طبابت را جاری نماییم تا که شهروندان به خارج کشور نروند. در خود حدود ولایت در مرکز سرطانشناسی ولایت تمام آن خدمت رسانی‌هایی که پیش بینی شده است گذرانیم. Этот центр, если мы говорим вот в частности об этом учреждении, есть лучевая установка, есть лучевая терапия, есть современные операционные, где можно выполнять лапароскопические операции, открытые операции. Соответственно, целый корпус в этом центре выделен для проведения химиотаргетных и иммунотерапий. Да, мы сейчас находимся в операционной. Здесь видно, что операционная полностью оснащена, есть все условия для выполнения сложных хирургических вмешательств. راهبری دولت محترم امامعلی رحمان به راهبریت و طبیبان مرکز دستور دادند که در وقت تشخیص و طبابت بیماران مسئولیت بیشتر داشته باشند و در بهداشت سالمی جامعه سهم ارزنده گذارند. ضمن معرفی شرایط و امکانیت‌های فراهم شده تاکید گردید که دوام سال‌های اخیر 18 طبیب مرکز سرطانشناسی ولایت سوخت ملکه کسبی خود را در مؤسسه‌های تندرستی سطح جهانی خارج کشور صیقل داده امروزها در سمت تشخیص و طبابت بیماران از راه اصول‌های معاصر کار می‌گیرند. در نتیجه آموزش‌های پیوسته طبیبان 26 نمود عملیات جدید جراحی، 12 نمود اصول معالجه کیمیاوی با نقشه‌های نو و علاوه‌اً 18 نمود تحلیل گوناگون راه‌اندازی گردید. همزمان طبیبان مرکز با متخصصان ورزیده و پروفسوران ساحه تندرستی روسیه، گرجستان، قزاقستان، ازبکستان و دیگر کشورهای دنیا در سمت تشخیص و معالجه بیماری‌های سرطان همکاری سودمند به راه مانده‌اند. عملی نمودن چنین تدبیرهای مهم به مانند بازآموزی کارمندان و مجهزسازی با دستگاه و لوازمات ضروری باعث به آن گردید که رفتن بیماران برای تشخیص و طبابت بیماری‌های سرطان به خارج کشور کاهش یابد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به راهبران و مسئولین ساحه و به طبیبان دستور دادند که برای پیشگیری بیماری‌های سرطان در میان اهالی بیشتر کارهای فهماندهی به راه مانده همیشه طرز حیات سالم را ترغیب نمایند.
از گشادش بینایی نوی مرکز سرطانشناسی ولایت سوخت خیلی خوشحال هستم و همچون نفری که به نزدیکی از تجربه آموزی در مرکز علمی سرطانشناسی به نام نیکولا نیکولایویچ بلخین از شهر مسکو برگشتم، با رکومند گفته میتوانم که این بنا به استانداردهای جهانی مطابق می باشد و در آن تمام اصولهای حوزه تشخیص تبابت بیماری سرطان برآورده شده است. در بینای نوی مرکز برای گذرانیدن مصلحت و مشورت و جلسه دیگر چورابینی‌های سخنی تالاری بر هوا با فراگیری خب دوستان گرامی، این یک از نوارهایی بود که امام رحمان در روند سفرش در ولایت سوخت در خوجند انجام داد و شما همونطور که می‌بینید یک از بیناهای بزرگی تیپی و مخصوصا برای سرطان بازگشایی شد و ما چرا این نوار رو گذاشتیم و چرا این حرف رو زدیم؟ چون رحمانوف هر جایی که می رود بعد از گشودن یک بیمارستان، کارخانه و شرکت ها بعد از یک مدتی اونها از کار میمونن و یا اینکه خدمت رسانی هایی را پیشنهاد میکنن که مشتریان توانایی در آمدن به اون درمانگاه را ندارن. برای همین ما این نوار رو و این سخنرانی که من میکنم باقی در همین کانال خود میمونیم، نگاه میداریم و از همین بیمارستانی که ما این حال نشان دادیم، یعنی در نوار تمام تجهیزات و اون چیزی که خدمت رسانی که وجود است باقی میماند و ما این بیمارستان رو نظارت خواهیم کرد و مشتریانی که اونجا میروند و کوشش تلاش میکنیم که پیوسته نظارت بکنیم و ببینیم که چگونه ما میتوانیم نظارت بکنیم که در آمدنی به این بیمارستان چقدر پول است و طبابت اونها چقدر پول می‌ایستد و جراحی اونها چقدر پول می‌ایستد و تمام این چیزها رو ما نظارت بکنیم، تحلیل بکنیم، تشخیص بکنیم و ببینیم که آیا این کاری که انجام میدهد رحمانوف درست است یا غیر نادرست است. برای همین این بیمارستان در نظارت قرار میگیرد و میبینیم که در آینده تا کجا این بیمارستان در خدمت مردم با خدمت رسانی دست به کار میشود. بیاید یک کارخانه دیگه رو امام رحمانوف بازگشایی کرده است که بسیار مهم است. این مسئله کارخانه را در نظر بگیریم و ببینیم که آیا ما میتوانیم این مسئله کارخانه را هم نیز در همین سمت قرار بدیم و در آینده در نظر بگیریم که این کارخانه باز از بعد از یک مدت از کار نماند. حالا در خوجند بیشتر حالتها نظارت میکنن، به خاطر خوجندی‌ها بسیار باسواد هستند و کوشش میکنن مسائل را اهمیت بدن، ولی به هر حال در چندین مناطق دیگری تاجیکستان چون یک کارخانه‌های به خاطر رفتن امام رحمانوف در کار در آمده بود، امام رحمانوف رو بازگشایی کرد، ولی بعد از رفتن امام رحمانوف بخچه‌ها از کار موندن، کارخانه‌ها از کار موندن، جایی که لباس دوزی بود از کار موند و هزارها کارهای دیگه که اونها از کار موندن. به همین خاطر بیاید ما کم کم نظارت بکنیم و ببینیم که این کارخانه‌ها در آینده در خوجند در ولایت سوخت به کار خواهند ماند یا اینکه از بین خواهند رفت. این مسئله کارخانه دوم رو از تلویزیون تاجیکستان در نظر بگیریم. تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوجند با فعالیت کارخانه استحصال محصولات شیری کمپلکس اگروصنعتی سخاوت آغاز رسمی بخشیدند. اطلاع داده شد که کارخانه تازه بنیاد در یک شبانه روز اقتدار کارکرد 10 تن شیر را داشته 12 نمود محصولات استحصال می‌نماید. در اینجا توسط تکنولوژی نوی اینواسیونی و جلب 30 کارگر محلی محصولات با صفت از شیر طبیعی با تمغه سخاوت میلک استحصال می شود. برای ذخیره محصولات تیار و با طلبات سانیتری و بی‌خطری و بازار استعمالی پیشنهاد کردن آن در کارخانه، آزمایشگاه، سردخانه، نقطه قبول شیر، گرمخانه و انبار نگهداری محصولات با تجهیزات زمانوی بنیاد شده است. تکنولوژی کارخانه در دایره فضای مستعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری با ارزش 800,000 سامانی به پرداخت باج گمرکی از خارج کشور وارد شده است که با استفاده از آن متخصصان می‌توانند محصولات با صفت دارای استاندارد بلند را استحصال نمایند. به سرور دولت همچنین اطلاع دادند که در آینده با افزایش طلبات استحصال محصولات از 12 و 60 نمود رسانیده می شود.
یادآور می‌شویم که 30 مارس سال 2025 ضمن شناسایی با فعالیت فرمای پرورش چارواهای ذاتی کمپلکس اگروصنعتی سخاوت، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و صاحبکار حلیمبای کریموف دستور داده بودند که برای قبول و کارکرد شیر و تامین طلبات اهالی با محصولات شیری کارخانه نوی صنعتی بنیاد نماید. صاحبکار با استفاده از امتیاز و دستگیری‌های دولتی کارخانه را در مهلت 8 ماه ساخته و کار درآورد. با تأسیس کارخانه سرشمار چارواهای شیرده در فرمای سخاوت از 100 به 200 سر رسانده شد که آینده با افزایش حجم استحصال محصولات شیری، تامین طلبات اهالی با محصولات با صفت وطنی و کاهش واردات آن از خارج کشور مساعدت می‌کند. کارخانه مذکور محض با دستور سپارش‌های به‌واسطه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در مدت خیلی کوتاه ساخته و استفاده داده شد. ما توانستیم با استفاده از امتیازهای دولتی در مدت کوتاه از خارج کشور تجهیزات‌های حاضر زمان وارد نماییم. حالا در کارخانه 12 نامگاه محصولات استحصال کرده می‌شود و در آینده نزدیک نامگاه محصولات زیاد کرده می‌شود و تصمیم داریم در آینده صادرات آن را به راه مانیم. همچون صاحبکار ما همه روزه دستگیری دولت و حکومت را احساس می‌نماییم و این دستگیری‌ها ما را وادار می‌سازد که برای رشد و نموی کشور ای زمان سهم خود را گذاریم و باز هم جای‌های نوی کاری و کارگاه‌های نو بنیاد سازیم. در بینای دوستان گرامی، من اسم همین نفر رو یک بار دیگر میمونم و هر کسی که از برادرای ولایت سوخت و خوجند مخصوصا شهر خوجند اگر معلومات زیادی نسبت همین برادر داشته باشین، حلیمبای کریمزاده با ما شریک بسازین، ما ببینیم که این توجیر چگونه توجیر است و چی پشت پناه دارد. خشتبار یگان نماینده حکومت است و فرزندانی که حکومت داره است، چرا از امتیازهای دولتی برخوردار است و چگونه امتیازها برخوردار است. ما می‌خواهیم حلیمبای کریمزاده را یک بررسی بکنیم و از دوستانی که در اون طرف هستند حتما به شماره ما در تماس برید و ما در فیسبوک و ویدلای سیدی، شماره تلگرام واتساپ من در اینجا هست. من یک بار باز شماره واتساپ تلگرام رو در اینجا برای شما میگذارم دوستان گرامی و دوستان خواهش میکنیم که اگر این شماره واتساپ من است میتونید در این شماره واتساپ معلومات رو به سمت ما برسونید و درباره حلیمبای کریمزاده معلومات زیادی داشته باشین، هر چندی لازم است و تو کجایی را میشناسید و چرا چنین امتیازها برخوردار است و چگونه توجیر است و این تجارتش از کجا سرچشمه گرفته است و آیا این واقعیت دارد که یک توجیر است و این چیزا بسیار مهم است و ما می‌خواهیم این مسئله ها را در برنامه‌های آینده بررسی کنیم و تحلیل کنیم و ببینیم که چگونه این توجیرها موفق میشن در داخل وطن ما چون یک کارها را انجام بدن و این گونه امتیازهای دولتی رو به دست میارن و چرا توجیرهای دیگری به مانند امید 88 و مرحله قوت تها زید سعید پشت پرده میروند، زندان کرده میشوند، کشته میشوند، ولی اغلب چون یک توجیرها موفق میشوند کار و بار کشور رو پیش میبرن و امتیازهای دولتی دست مییابند. ما میخوایم این شخصیت ها رو آشکار بکنیم و بفهمیم که چگونه این صاحب کار شدن و چگونه به این مقام ها اومده رسیدن. بسیار مهم است دوستان، اگر هر کسی که حلیمبای کریمزاده را میشناسد در واتساپ من، تلگرام من در این شماره هست و من پیام بفرستید و معلومات شما من حتما میخوانم و اگر زنگ زده باشید گوش میکنم و کوشش میکنیم که درباره شخصیت هر چند بیشتر معلومات لازم است به دست بیاریم. و کارگاه‌های نو بنیاد سازیم. در بینای دو آشیانه برای کارمندان همزمان حجره‌های معاصر کاری، مجلسگاه و دیگر انشاءات یاری رسان بنیاد گردیده است که همه این برای پیشبرد فعالیت متخصصان و کارگران پیش بینی شده است. ما ساکنان شهر خوجند از قدوم جناب عالی خیلی خرسند هستیم، چون که با دستگیری پیشوای ملت در اینجا کارخانه نو گشاده شد. منتداری خود را به جناب عالی و صاحبکار وطنی میرسانیم. مؤسس کارخانه به سرور دولت. دوستان گرامی، شما یک بار همین خانم رو صحبتاش گوش کنید و بعد از صحبت‌ها یک بار به چشماش نظر کنید. چشما همین سیاهی چشما میروند میآیند. این به چه معناست؟ به معنایی است که اینا در پیش همون کامera یک آینه است میمونن و کامera را در داخل اون میمونن و ایروی همون میخونن، یعنی یک چی میمونن که در پیش همون کامera او خونده رفتن میگیره و او برومدن میگیره. یک 4 جمله که همین صحبت کردگی است، حتی 4 جمله را نمیمونن که از زبان خودش به همون لهجه‌ای که میخواهد صحبت کند انجام بدهد.
بلکه برای او از همون تلسوفلیار یا این اونی که برای روزنامه‌نگارا از اون میارن و همون را باید بخواند تا اینه که جناب اولیشون چیکار نکند خشمگین نشود، باید خوشبخت باشد، خوشحال باشد که او را تعریف توصیف میکنن. خب مونید یک کس هر کسی را که سوال میکنید سوال بپرسید، اگر جواب دادن هر جوابی داشتن اون جواب رو در اینجا مطرح بکنید و اون زیباتر و قشنگتر میشود. چرا باید مردم رو مجبور کنید؟ چشمای همین خانم رو خوب دقت بدید، همین سیاهی چشما رو رفتن آمدن نشد بینی شده است. ما ساکنان شهر خوجند از قدوم جناب عالی خیلی خرسند هستیم، چون که با دستگیری پیشوای ملت در اینجا کارخانه نو گشاده شد. منتداری خود را به جناب عالی و صاحبکار وطنی میرسانیم. مؤسس کارخانه به سرور دولت علاوه وعده داد که در مهلت کوتاه با وارد نمودن تجهیزات معاصر کارگاه دیگری صنعتی را بنیاد میکند که در آن استحصال پنیر به راه مانده می شود. در ولایت سوخت در زمینه فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری فعالیت بخش خصوصی همیشه دستگیری می‌یابد. با استفاده از این شرایط مساعد دوام سالهای آخر با دستگیری حکومت کشور و سهم صاحبکاران در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت 18 کارگاه و کارخانه کارکرد محصولات شیری ساخته به استفاده داده شد که حالا آنها فعالیت نظررسی استحصالی دارند. از شیر تازه یعنی طبیعی محصولات زیاده از 10 نمون میبریم. محصولات رو برآورده کارخانه صفوت بیل در شهر خوجند. این محصولات با طلبات‌های سانیتری و با طلبات اپیدمیولوژی جوابگو میباشد. علاوه‌تر از این در این کارخانه 30 نفر کارگران از حساب باشندگان محلی به کار تامین شدند. در 10 ماه سال جاری با به کار درآوردن کارگاه و کارخانه‌های نو استحصال محصولات شیری در کشور 120% زیاد کرده شد. خب دوستان گرامی، این مسئله دومی نشست امامعلی رحمان بود. اگرچه مسئله ها دیگر چیز زیاد هست، حالا چندین ویدیوهای دیگه هست، ولی ما این ویدیو را دیگر نمیخوایم نشر کنیم چون نیاز نیست، چون از سفر امامعلی رحمان دیگر حالا در ولایت سوخت زیاد سفرها کرد و گویا که این مکتب را گشوده کرد. حالا ما هم طوری که میتونیم زیادی مسئله هایی که باز کرده میشوند، این مسئله ها این شهادها از جانب کارشناسان انجام داده میشن، آخه تاجران انجام داده میشوند و به خود خانواده رحمان و حکومت او هیچ ربطی ندارد. اگرچه اینها معین مشخص است که این تاجرایی که اینها میگن پول اینها از کجا به دست اومده است و مثل بانک دوشنبه سیتی و دیگر بانک ها نباشد که در پشت این تاجرها باز همون خویشاوندان امامعلی رحمانوف قرار داشته باشند. ما میدونیم که بانک دوشنبه سیتی در پشتش دامادروس امامعلی رحمانوف حسن اسدالله زاده قرار دارد و در بانک های دیگریش خود رستم امامعلی قرار دارد. ده ها بانک های دیگر و چیزهای تجاری که در اونجا هست اینها وابسته اولاد امامعلی رحمانوف هستند و ما میدونیم که اینا اولا چیکار میکنه، یک شرکت یک کار رو میبینن که بسیار درآمد خوب دارد، میان یک نفر رو میگن که رو با اسم تو باز میکنه و سرمایه این مال ماست، یک نفر رو با اسم شرکت باز میکنن، اون فقط اسمش است که رو تاجر است و رئیس اون شرکت است، در حالی که پشت پرده یک حکومتدار، یک نفری که ده ها وظیفه دارد و اونجا نشسته است، وظیفه انجام میدهد و پول مردم رو دزدیده است، اون نفر این شرکت رو اداره میکند، اون نفر این شرکت رو پیش میبرد و اون نفر دارایی و مفاد این شرکت رو به جیب خود میبرد، بلکه به اسم یک نفر دیگه انجامش داده است و تمام مفادش میراد به جیب این حکومتدار، به جیب این فاسد و به اسم او چیکار میکنه، یک نفر دیگر اون مشهور میشود و گویا شرکت و تجارت دارد، وگرنه مثل یک مدیر اداره میکند، همین قدر کار میکند، مدیر یک شرکت از بگیم، وگرنه صاحب شرکت میتواند دیگه نفر باشد. این مسئله بار اول دوم نیست که صورت میگیرد، اما مسئله در تاجیکستان چون این مسئله ها به میان میاد. ببینید مثلا به مانند اینا ببینید، این رو میبینید مثلا هر روز در رسانه‌های مجازی شما سوریه نرید، شما عراق نرید، شما فلان جنگ نروید، جنگ با دولت‌های خارجی ممنوع است. هر روز از منبرهای مسجد سید مکرم چیکار میکند؟ رئیس شورای علما اعلان میکند، ولی در جنگ اوکراین هم این پسر رئیس بخش فتوای شورای علمای تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شد.
اینا اینمی خیلی هستن، خودشان هزار بهانه پیدا میکنن، فتوا میتن، فتوا صادر میکنن شما فلان کارو نکنید ولی فرزندش کشته میشه. بیاین این مثلا مقوله رو با هم بخونیم ببینیم. خب بیاین مقوله رو بعد این بارا بیارم. خب این مقوله رو ببینیم. شام 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. ناصرالدین خاموشov 36 ساله پسر جلالالدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمالدین خاموشی از فعالان عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. خب دوستان این خانواده با رادیوی آزادی نقل کردند که نصرالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضا کردن با جنگ در اوکراین رفته در اولین روزهای شرکت در جنگ کشته شده است. بنا به نقل منبع رادیوی آزادی، نصرالدین خاموش در ماه آگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و با پسرک‌هایش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته به تلفن صحبت می‌کرده تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر به امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد میخکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. یعنی جنازه شام را کی خوانده است؟ مفتی تاجیکستان سید مکرم. یا الله، با این دروغگوها، با این فسادزاده ها ما چیکار کنیم؟ اینا رو ما چی بگوییم؟ هر چی میگوییم به خدا کم است. خب ملت، مردم و شهروندان تاجیکستان باید این مسئله رو ببینن. ببینید که با چه خیل دروغ گفتن، با چه خیل بدبختی انجام دادن اینها پیش میروند و ما وقت ملت و مردم در اذیت و اوضاع قرار داریم. اینا با ما وقت دروغ میگوین، باز فرزندان خودشون میروند در همون راهی که بنا من تو دروغ میگم کشته میشوند و خب میلن گپ نمیزنن. وگرنه هر یک کارایی را انجام میدن. این کثافت‌ها باید در نزد قانون، در نزد این ملت جوابگو باشند. من و تو باید کسی باشیم که اینها رو با جوابگری بکشیم. دوستان گرامی، دیگر وقت رو طولانی نمیکشم. طول 1 ساعت چند دقیقه میشه در پخش مستقیم و امیدوارم که انشاءالله بتونیم با یک روز دیگه یک برنامه مستقیم پخش مستقیم دیگه داشته باشیم، صحبت کنیم و پیرامون موضوعی که میگذاریم با یک دیگر فکر و نظر کنیم و مباحثه کنیم. دوستان گرامی، برنامه ها را تنها نگذارید بلکه لایک بیشتر بگذارید، بیایید در برنامه شرکت کنید، فکر و نظراتون رو بگویید، در نظریات بیشتر نظر بنویسید، کوشش کنید که بتونیم با هم برنامه ها رو جالب‌تر پیش ببریم. هر لحظه که شما قفوشینی میکنید برنامه ها کم رنگ‌تر میشود، یعنی جالبیت چون از بین میرود و این باعث میگردد که مردم کناره‌گیری کنند. برای همین بیاید بیشتر فعال باشیم، بیشتر لایک بگذاریم، بیشتر مبارزه ببریم، بیشتر صداقت خود به این ملت، به دین، به سیاست نشان بدیم و کوشش کنیم که آینده تاجیکستان رو به دست خود بگیریم. اگر نه هر یک بز خنگل میآید اینگونه مثل رئیس شورای علما و کسایی که فتوا میگیرن در امروز و فردای من و تو، فرزنداشون میرن در مقابل فتوای خودشون کشته میشن، ولی ما و تو چیکار میکنیم؟ میریم با فتوای همینا هر کاری که میخوان انجام میدیم. برای همین دوستان گرامی، بیایید کشور و ملت رو به دست خود بگیریم و آینده تاجیکستان رو با هم بسازیم و کوشش تلاش کنیم که هیچ وقت اجازه ندیم که تقدیر ما رو دیگران حل بکنن، بلکه تقدیر خود رو به دست خود بگیریم و ان شاء الله که اون زمان پیروزی به دست میاد، اون زمان شایسته سالاری به میان میآید، اون زمان حکومت به مردم برمیگردد و اون زمانی است که ما میتونیم برای آینده ملتمون تصمیم بگیریم. دیگر شما رو به خدا میسپارم. تشکر از همه شما که در برنامه 6 دقیقه در کنار ما بودید. 1 ساعت با هم بودیم و صحبت کردیم. امیدوارم که پروردگار همه شما رو در امان حفظش نگهبان باشد و تا برنامه‌های دیگر شما رو به خدا میسپارم. پروردگار همه شما رو در امانش نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.